در اونجا صحبت با عایشه مادرمون میکنه که عایشه مادرمون بعد از نزول 10 آیت برای پاکیش رسول اکرم بخشیده نمیتونه. میگه یا عایشه، ای عایشه، میگه اگر تو پاکی سأبرئک الله، الله بزودی پاکیت را اعلان میکنه. اگر تو در این گناه دست داری، توبی الی الله و اعترفی و اعتراف کن، توبه کن. کسی که اعتراف میکنه توبه میکنه، تاب الله علیه، الله تعالی را میبخشه. عایشه مادرمون گفت چی میگه در شأن من؟ ای پدر جان، گفت عجیبی رسول الله. رسول الله را گفت جوابته. یا امه، ای عایشه جان، عجیبی رسول الله. رسول الله را جوابته. گفت چی میگه این؟ از اینجا بود که قصه مختصر رسول اکرم خانه رفتن. روز بعدیش از اونجا که ان الذين جاءوا بالافك، از اینجا 10 آیت برای پاک دامنی عایشه نازل شد. عایشه تمامی زندگی میگفت که انا اصغر، من کوچکم، ینزل علی القرآن و یصلی بها، یعنی من کوچکترم که در شأن من قرآن نازل شود، در نمازها تلاوت شود. من خدمت کوچک از این میبینم. لیکن 10 آیت با پیامبر آمد. پیامبر اولی سخن کردن گفت یا عایشه، اما الله تعالی گوشد پاکی را اعلان کرد. خستن آمدن مادر عایشه را خبری دادن، گفتن عایشه را بگو عایشه مادر اون جاش نخیستن، بلا نشیدن. گفت اما انا احمد ربی، من پروردگار ما هم میگم اون پاکی مرا اعلان کرد. برای همین سبب نزول سوره نور همین است که پاک دامنی عایشه مادرمان در 10 آیت در اونجا ذکر می شود و همه منافقین روشان سیاه می شود در بین مدینه، همه ذلیل و خوار می شوند در میان جامعه که اینا چقدر بهتان سنگینی در خاندان نبوت بستند.